الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 11 ماه شوال سال 1427 هجری مطابق 3 ماه نوامبر سال 2006 میلادی روز جمعه است. همه شما را چون هر وقت با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما و خاندان ما و شما را از فیض و برکات روز سید جمعه برخوردار گرداند. و صحبت را با دعای از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تبرکاً آغاز میکنم که پیامبر گرامی ما محمد صلی الله علیه و سلم دعا میکردند: اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر. پروردگارا، البته من پناه طلب میکنم به تو از عاجزی، از تنبلی، از پیری، از ترسانچکی، از بخیلی و از عذاب قبر. اللهم آتی نفسی تقواها و زکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. پروردگارا، به نفس من تقوایش را عطا کن و نفس مرا پاکیزه گردان که تو بهترین ذات هستی که نفس را پاکیزه میکنی، زیرا تو صاحب نفس هستی و مولای اوستی. اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و علم لا ینفع و دعوت لا یستجاب لها. پروردگارا، البته من به تو پناه طلب میکنم از قلبی که نمی ترسد و از نفسی که سیر نمی شود و از علمی که فایده نمی رساند و از دعایی که قبول کرده نمی شود. ببینید، پیامبر گرامی با آن همه عظمت و بزرگی، با آنکه شبهای دراز آنقدر خدا را عبادت میکردند که پایهایشان از تأثیر راست ایستادن در نماز ورم میکرد، پیامبری که خدای تعالی برایشان در جنت مقام محمود را وعده کرده است، این دعاها را میکردند که از عاجزی، از تنبلی، از پیری، از ترسانچکی، از بخیلی، از عذاب قبر و دعا میکردند که خداوندا نفسی مرا تقوا عطا کن که با تقوا باشد، نفسی مرا پاکیزه گردان و دعا میکردند که پروردگارا از قلبی که نمی ترسد از تو من پناه طلب میکنم، از نفسی که از دنیا سیر نمی شود من پناه طلب میکنم
و دعا میکردن که از علمی که فایده نمیرساند پناه طلب میکنم و دعا میکردن که از دعایی که قبول درگاه تو نمیشود من به تو پناه طلب میکنم. در حالی که امروز بعضی از امتان این پیامبر چیکار میکنن؟ اگر یک لحظه عبادت کنن چند ساعت خود را آلوده گناه میکنن. اگر گناه میکنن از عاقبت آن پروایی ندارد، در حالی که پیامبر این دعاها رو میکردن با آن همه تقوا و خدا ترسی. امروز بعضی از امتان این پیامبر چی کار میکنن؟ یک ماه رمضان عبادت کردن، باقی 11 ماه عمرشانه بی طاعت، بی عبادت، بی دعا، با گناه آلوده به حرام ها حیات خودشان رو میگذرانند. به چی امید؟ به چی امید؟ به امید آنکه الحمدلله من مسلمان هستم، خدا را شکر من یک ماه من عبادت کردم. اما از حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. پیامبر گرامی فرمودند که هر کسی که خالصانه لا اله الا الله میگوید داخل جنت می شود. قیل و ما اخلاصها. سوال کردن از پیامبر که اخلاصش چی است ای پیامبر؟ لا اله الا الله با اخلاص گفتن چگونه می شود؟ قال ان تحجزه عن محارم الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بنده لا اله الا الله گوید و در همین اعتقادش آنقدر استوار باشد که از حرامهای خدای تعالی روگرداند. خودان امتی که یک ماه عبادت میکند و بعداً عرق می نوشد، یک ماه عبادت میکند و بعداً ربا میخورد، یک ماه عبادت میکند و بعداً پاره میخورد، یک ماه عبادت میکند و بعداً زنا میکند، یک ماه عبادت میکند و بعداً دروغ میگوید و یا غیبت میکند. خودش به خودش سوال دهد که آیا لا اله الا الله میگفته من خالصانه است یا نه؟ وقتی که خود را آلوده حرام ها میکند. و یا باز از همین زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله عهد الی ان لا یأتینی احد من امتی بلا اله الا الله لا یخلط بها شیئا الا وجبت له الجنه. پیامبر گرامی علیه السلام گفتند که البته خداوند عهد و پیمان کرده است با من اینکه کدام امتی من که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته با همین اعتقاد از دنیا رود و در همین اعتقاد خودش چیزی را عللش نکند، فاسد نکند این اعتقادش با چیزی، واجب می شود برای او جنت. قالوا یا رسول الله و من الذی یخلط بلا اله الا الله. پرسیدن پیامبر گرامی که چی چیز به لا اله الا الله عللش می شود یا چی چیز اعتقاد لا اله الا الله محمد رسول الله گفته و داشته بنده فاسد میکند و ویران میکند. قال حرصا علی الدنیا و جمعا لها و منعا لها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بالای دنیا به حریص باشد. لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید
به خدا و پیامبر باور دارد، اعتقادش درست است، اما بالای پول و چیز دنیا چشم گرسنه باشد، حریص باشد و در جمع کردن ثروت دنیا حریص باشد و بالای ثروت دنیا و حریص شده ایستاده آن را منع کند و بالای آن بخیلی کند که اقلاً یک خیر و احسان آن را بستد، زکات مالش ندهد. این چیزهایی است که اعتقاد بنده مسلمان فاسد میکند. یقولون قول الانبیاء و یعملون عمل الجبابره. وقتی سخن میگویند سخنهای پیغمبرانه میگویند، چنان هم خودشان یک انسان با تقوای خدا ترس نشان بدهند، اما در زندگی رفتار آنها و کردار آنها را نگاه کنی، تمام شین و خیز و گیر و دارشان همش ظالمانه است. در زبان سخنهای مسلمانی میگویند، اما در عمل رفتارشان، کردارشان، زندگیشان فرعونانه است. بنابراین باید بنده مؤمن و مسلمان حقیقی به کمتر طاعت و عبادتی کرده خودش تکیه کرده ایستاده به حضور و گناه ها خودش را آلوده نکند، یا اینکه یک ماه عبادت کرده ایستاده بعضا دوام سال را با گناه و خطا و آلودگی و حرام ها حیات خودش را نگذارد، که هر یک عمل گناهی که بنده می کند میده ترینش را هم جزا داده می شود. خداوند تبارک و تعالی در آیت 123 سوره نساء می گوید: استعیذ بالله من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. هر کسی که عمل می کند یک بدی را، البته که در مقابل آن بدی او را جزا داده می شود. بدی چیست؟ از زبان شما یک کلمه سخن دروغ برآید، این از نظر شریعت اسلام بدی است. از دهان شما یک کلمه غیبت برآید، از نظر شریعت اسلام این بدی است، این گناه است. چجایی که بنده نماز ترک کند، چجایی که بنده زکات خدا فرض گردانده ندهد، چجایی که بنده به رباخوری دست زند و پاره‌خوری دست زند و حرامخوری دست زند و جوان مسلمان به زنا خودش را آلوده کند، به خوردن حرام و نوشیدن حرام خودش را آلوده کند. باید بنده مؤمن از این آیت 123 سوره نساء آگاه باشد که هر یک خطاگی که از بنده سر میزند، البته او را در مقابل آن خطاگی جزا داده می شود. و روز قیامت وی اگر توبه نکرده از دنیا رود، غیر از خدای تعالی هیچ کس و هیچ چیز را نمی یابد که وی را صاحبی کند، از دستش گیرد، او را از عذاب خدا یا از اون عملی بدش نجات دهد. فقط و فقط نجات دهنده از عملی بد برای بنده این توبه خودی بنده است. بنده وقتی که گناه یا خطا میکنه و باید اینکه در حال در عقیب گناهش یا خطایش از صدق دل پشیمان شده ایستاده توبه کند. توبه او کفارت گناهی او شده میتواند اگر که توبهش حقیقی باشد و خدا آن توبه را قبول کند. و تأثیر گناه که بسیار از مردم نسبت گناه بی‌پروا هستند، حتی بعضی ها آشکارا یک ماه عبادت کردیم بیرق زدیم
تمام باقی حیاتشون در دوام سال به عبادت با گناه میگذرند. باید فراموش نکنید جوانهای عزیز که تأثیر گناه نه تنها در آخرت یا اینکه جزای گناه تنها در آخرت به شما داده می شود، بلکه آن گناه و خطاهایی که شما خود را به آن آلوده می کنید در دنیا هم شما جزای آن را می بینید، نتیجه آن را می بینید. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند یا رسول الله ما اشد هذه الآیه من یعمل سوءا یجزى به، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم المصائب والامراض والاحزان فی الدنیا جزاء. در تفسیر همین آیه در تفسیر ابن کثیر همین روایت را می‌آورند که ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که ای رسول خدا، همین آیت من یعمل سوءا یجزى به، هر کسی که یک عملی خطا یا گناه را میکند او را البته در مقابل آن جزا داده میشود، چقدر آیت سخت است حکمش. هیچ کس از گناه و خطا پاک نیست. این هر یک خطای ما برای ما جزا داده شده، کی به این چیز طاقت کرده میتواند؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که مصیبت ها، بیماری ها، غم و اندوه ها در دنیا، اینها همه جزای عملی بدی بنده ها است. یک کسی میبینید که در زندگی به یک بیماری مبتلا شده است، یک کسی میبینید که در زندگی غم و اندوه بالای او دائما چپگردان است، یک کسی میبینید که بالایش یک مصیبتی سخت میبیاد. حیات از این چیز خالی نیست. قریب که هر یک بنده اگر چند روزها و ماهها و سالهای خوش و خوب و خرسنده دارد، البته یک غم و یک اندوه و یک بیماری و یک مصیبت و یک حادثه های بالای سر او می آید. این همه بیماری ها و غم و اندوه و گرفتاری ها نتیجه چی است؟ نتیجه گناه و خطای بنده ها است که بنده ها وقتی گناه میکنند خدا با گناهشان آنها را با این بیماری ها و با این مصیبت ها جزا میدهد. که در این دنیا اگر چنده که این مصیبت ها و بیماری ها و حادثه های دهشتناک یک چیزی وزنین است برای بنده، لیکن این سبکترین جزای خدا است که جزای ما را در همین دنیا میدهد. زیرا جزای آخرت با جزا و عذاب این دنیا قیاس شونده نیست. بنابراین ما و شما کوشش کنیم برادران عزیز که در دوام تمام حیات خود ما با طاعت و عبادت مشغول باشیم، حرکت کنیم که از گناه پرهیز کنیم و البته که انسان هستیم، نفس داریم، وسوسه شیطان هست، با طلبات نفس و با وسوسه شیطان آلوده بعضی گناه و خطاها میشویم، لیکن ما به آن بی‌پروا نشده ایستاده باید چیکار کنیم؟ توبه را پیشه کنیم. از گناه کردن ما و شما توبه کنیم، از خطاها ما و شما توبه کنیم تا که خداوند جزای گناه و خطاهای ما و شما را بگذار در همین دنیا دهد و اما در آخرت ما و شما از جزای گناه و خطاها نجات یافته باشیم. و اصلا گرفتار شدن انسان به عذاب یا نجات یافتن انسان از عذاب خدا این بزرگترین چیز است. اصلا خداوند دنیا را برای همین آفریده است که نیکوکارها را مکافات نیک دهد، داخل جنت کند، بدکاران و ناشکران و کافران را جزای بد دهد و به دوزخ داخل گرداند. بزرگی این از این سوره شمس معلوم می شود که خداوند در سوره شمس به 11 چیز قسم می خورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. قسم به آفتاب و قسم به روشنایی آفتاب وقتی که طلوع میکند و آهسته آهسته تمام عالم را با روشنایی و گرمی خودش فرا میگیرد. آفتاب یک جرمی بزرگی است در آسمان که خداوند چرا به این قسم خورده است؟ برای اینکه خیلی یک چیزی بزرگ است که حیات ما و شما اصلا وابسته آفتاب است، که اگر روشنایی و گرمی آفتاب نباشد حیات ما و شما را تصور کرده نمی شود. بنابراین خدا قسم می خورد به آفتاب و قسم به روشنایی آن می خورد که ببینید وقتی که هر پگاهی آفتاب طلوع می کند چقدر عالم را روشن و زیبا می گرداند. حالی که انسان با تمام پیشرفت و علم و تکنیک و ترقیاتش چند ساعت میتواند ظلمت را روشنایی بخشد، اما باقی قدرتش نمیرسد. یعنی که یک مقداری معینی این عالم را روشن کرده میتواند، اما قدرتی ندارد که تمام عالم را روشن کند. بنابراین خدا به چیزهای بزرگ قسم میخورد در قرآن، از جمله قسم به آفتاب و قسم به روشنایی آن. و القمر اذا تلاها، و قسم به ماهتاب وقتی که پس از رفتن آفتاب که تمام عالم را تاریکی فرا میگیرد، ماهتاب بالای سر ما و شما طلوع میکند و حال به قدرت خودش بالای سرزمین ما و شما، کره زمین ما و شما را روشنایی میبخشد، که اینم یک نعمت خدا است. و یا اینکه حساب و کتاب سال و ماه ما و شما به واسطه همین ماهتاب است. و النهار اذا جلاها، و قسم به روز وقتی که تمام عالم را روشن میکند، که روشنایی و روز هم یکی از نعمتهای بزرگ خدا است. و اللیل اذا یغشاها، و قسم به شب وقتی که عالم را با تمامی تاریکیش فرا میگیرد. آفتاب فرو میرد و تمام عالم تاریک میشود. این هم یک چیز بزرگی است. و السماء و ما بناها، و قسم به آسمان و آن خدایی که این آسمان را آفریده است. بی ستون، هیچ چیزی نیست که این آسمان را نگاه دارد، یا از بالا چیزی نیست که آسمان را در آن قپانده مونده باشد که آسمان در آن آویزان باشد، بلکه با قدرت خداوند این آسمان راست بالای سر ما و شما را احاطه کرده است. والارض و ما طحاها، و قسم به زمین و آن ذاتی که این زمین را با وجود آن که کره است، در حرکت است، چرخ میزند، آن را برای زندگی ما و شما انسانها پهن و آرام گردانیده است. که زمین چرخ میزند، در فضا حرکت میکند، کره است، اما با وجود چرخ زدن و کره بودنش برای زندگی ما و شما خیلی موافق است. به یگان خوف و خطر ما و شما بالای آن زندگی میکنیم. و نفسی و ما سواها، و قسم به نفس انسانی و آن ذاتی که این نفس را راست و زیبا و پررنگ و مکمل آفریده است. که در بین مخلوقات خداوند از انسان دیده مخلوق زیباتر و مکملتری وجود ندارد. فالهمها فجورها و تقواها، بعد از آن که خداوند این نفس‌های انسانی را آفریده است و آن را راست و زیبا و مکمل گردانیده است، خداوند الهام داده است تقوای او و فجور او. یعنی خداوند در وجود انسان عقل را آفریده است که انسان با واسطه عقلش میشناسد که
کدام چیز خوب است و کدام چیز بد است، کدام کار به او زیان دارد و کدام کار به او فایده دارد. به بالایی خداوند پیغمبر فرستاده است و قرآن نازل کرده است و با واسطه قرآن و پیغمبر خداوند میده ترین چیزهایی را که به انسان ضرر دارد و یا اینکه فایده دارد بیان کرده است. آن چیزی که عقل انسان و فهمیده نمیتواند، خدا شریعت فرستاده است، قرآن و پیغمبر فرستاده است که انسان با واسطه عقلش شریعت آموخته ایستاده از تمام آن چیزهایی که برای او هم در دنیا و هم در آخرت ضرر و فایده دارد شناخته میگیرد. انا ببینید خدای تبارک و تعالی به 11 چیز قسم خورده است. به خاطر چی؟ به خاطر تأکید سخنش که در دوام سوره می آید. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی در حقیقت نجات می یابد آن انسانی که نفس خدا برایش عطا کرده را پاکیزه می کند با طاعت و عبادت و پرهیز از گناه ها و حرام ها. اما در حقیقت زیان میکند و به زیان گرفتار میشود آن انسانی که نفسی خدا برایش داده را آلوده میکند با گناه ها و با حرام ها و هیچ طاعت و عبادتی را انجام نمیدهد. اگر ما به شما یک کس یک سخن گفتنی شویم که همون آدم همین سخنی ما رو باور کند، ما قسم میخوریم. یعنی قسم این برای تأکید سخن است که باید شما وقتی که با اون رفیقتان سخن میگویید، سخنتان رو باور کنید، شما قسم میخورید که البته این هم تو است. خدای تعالی هم برای عقل ما و شما انسانها که ما انسانها غفلت زده هستیم، بنابراین برای اینکه ما هوشیار شویم، بیدار شویم و به شنیدن سخن خدا، به شنیدن یک خبری مهم خدا ما و شما آماده باشیم، خدا قسم میخورد که و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به آفتاب و روشنایی آن، قسم به ماهتاب وقتی که عالم را روشن میکند، قسم به روز وقتی که دنیا را روشن میکند، قسم به شب وقتی که تمام عالم را با تاریکیش فرا میگیرد، آسمان و آن ذاتی که آن را آفریده است و قسم به زمین و آن ذاتی که آن را پهن آفریده است و قسم به نفس انسانی و آن ذاتی که آن را کامل و مکمل و راست آفریده است. پس فجور او و تقوای او را برایش الهام داده است. وقتی که انسان این قسم ها را میشنود باید آماده شود که خدا چی گفتن میخواهد با این قسمش، چه چیزی مهمی را تاکید میکند به ما. خدا بعد از به این 11 چیزی بزرگ قسم خوردن و ما را برای شنیدن تیار و آماده کردن میگوید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در حقیقت نجات می‌یابد از عذاب خدا آن کسی که نفس خدا برایش عطا کرده را از گناه ها، از حرام ها پرهیز کرده ایستاده پاکیزه می‌کند و با طاعت و عبادت و تقوای خدا آن را جلا می‌دهد، نورانی می‌کند. و قد خواب من دساها. اما در حقیقت گرفتار زیان می‌شود، به عذاب خدا گرفتار می‌شود آن انسانی که نفس خدا برایش داده را بالایش بی‌پروایی می‌کند. نفس پاکیزه‌ای که خدا برایش عطا کرده است میرد این نفس آلوده دزدی، آلوده رباخوری، آلوده پاره‌خوری، آلوده زناگاری، آلوده عرقخوری، آلوده دروغگویی، آلوده فریبگری، آلوده غیبت کنی و تمام انواع گناه ها
نفسش را آلوده می‌کند. پروا نمی‌کند که این نفس من به چه حال گرفتار شده. اگر ما و شما یک لباس تازه از بازار قیمت خرید، چقدر به احتیاط می‌کنیم. حرکت می‌کنیم که هنگام راه رفتن و لای چرخزه نکنه. یک جا شیرین اگر به جمع کرده میشیم که مبادا بالایش یکان چیز نچکد، یعنی که از حد زیاد قیج و بیج نشود. قیمت بهاتر چیز باشه دیگر بعضا میپوشیم، احتیاط میکنیم آن را. چرا؟ برای اینکه با پول قیمت خریدیم و یک چیزی پاکیزه است، زیبا است، ما و شما چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. اما نفس آیا یک چیزی بی قیمت است؟ قیمتش شما میدانید که الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 11 ماه شوال سال 1427 هجری مطابق 3 ماه نوامبر سال 2006 میلادی روز جمعه است. همه شما را چون هر وقت با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما و خاندان ما و شما را از فیض و برکات روز سید جمعه برخوردار گرداند. و صحبت را با دعای از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تبرکاً آغاز میکنم که پیامبر گرامی ما محمد صلی الله علیه و سلم دعا میکردند: اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر. پروردگارا، البته من پناه طلب میکنم به تو از عاجزی، از تنبلی، از پیری، از ترسانچکی، از